بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد، عزیزان گرانقدر و حضار بزرگوار، خدای عزوجل را ثنا میگوییم به خاطر فضل و کرمش و نعمتهای فراوانش. از آنجا که در آغاز ماه مبارک محرم هستیم، وقایع و مطالبی که در این ماه پیش آمده و اتفاق افتادند، بعضی را خدمت شما عزیزان گرانقدر عرض می‌کنیم. در یک روایتی آمده است که قیامت در ماه مبارک، در ماه محرم اتفاق می افتد. در اول این ماه شهادت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اتفاق افتاده است که واقعه بسیار مهمی است. و در دهم این ماه حضرت امام حسین رضی الله عنه، نوه گرامی رسول خدا صلی الله علیه وسلم، با یارانش نیز شهید شدند که این هم واقعه مهمی است. در مورد شهادت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اینجوری است که میگن موقعی که حضرت عمر رضی الله عنه سنش مثلا از 60 سال رد شده بود، دعایی که همیشه میخواند این بود که اللهم ارزقنی شهادة فی سبیلک واجعل شهادتی فی بلد حبیبک. یعنی ای خدا به من شهادت بده، شهادت نصیب من بکن. و شهادت مرا، دومین دعایش که میکرد این که شهادت مرا در شهر پیغمبر خودت قرار بده. و این برای خیلی از مردم عجیب بود. تعجب آور بود که چطور به حضرت عمر میگفتند تو شهادت میخوای؟ شهادت در مرزهاست، در دور و دست است، آنجاش جنگ با کفار است. در شهر امن پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در مدینه منوره چگونه شهادت میخواهی؟ حضرت عمر رضی الله عنه میگفت اگر خدا بخواد خودش درست میکند. زمینه شهادت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به این شکل اتفاق افتاد و فراهم شد که حضرت عمر با آمدن کفار و غیر مسلمان ها در شهر مدینه مخالف بود. میگفتند، حضرت عمر میگفت کافران را نگذارید به شهر، به پایتخت شما بیان و از اسرار کشور ما خبردار بشوند. اولین کافری که وارد شهر شد یک آهنگری بود، اهل فارس، فارسی آهنگری بود. این را مغیره بن شعبه مثلا در سهم اون افتاده بود، برده مغیره بن شعبه بود، اسمش فیروز بود. حضرت عمر رضی الله عنه با آمدن فیروز در مدینه مخالف بود. مغیره بن شعبه دفاع کرد، گفت این شخص آهنگری است و خیلی کار بیتواند انجام بدهد، داس و چکش و هزار یک چیز دیگه درست میکند. خلاصه اونقدر دفاع کرد که حضرت عمر رضی الله عنه چی نگفت. دومین کافری که وارد شد مسیحی بود، از روم آمده بود، اسمش جفینه بود. جفینه به بهانه سواد آموزی و اینا آمده بود، در مدینه مستقر شده بود. سومین فرد غیر مسلمان به چه شکل آمد؟ این مهم است. مسلمانان در فارس در حال پیشروی بودند
قسمت های همدان و همون قسمت ها یک جای یک فرمانده بود بسیار مکار و زرنگ، مثلا اسمش هرمزان بود. هرمزان خودش را یک نیمچه پادشاهی میفهمید. لباس مخصوصی داشت، اسم لباسش آذین بود، تاجی داشت و تشکیلاتی برای خودش داشت. مسلمانان آمدن وقتی به جنگ او و اون وضعیت را خراب دید، هرمزان اعلام صلح کرد، گفت ما با هم صلح میکنیم. مسلمانان آمدن باش مصالحه کردند، قرارداد صلح بستن و رفتن به اون طرفتر، جلوتر رفتن، هرمزان را ول کردند. هرمزان پس از تجدید قوا و تجدید نیرو ناگهان دوباره شهر را گرفت و دوباره شورش کرد. مسلمانان دوباره برگشتن، باش جنگیدند و مرتبه دوم دوباره تسلیم شد، دوباره صلح کرد. مسلمانان بعد از صلح دوباره رفتن به دنبال فتوحات دیگر. این بعد از تجدید قوا و تجدید نیرو دوباره شهر را گرفت و به اصطلاح شورش کرد، مخالفت کرد. مسلمانان آمدند شهر او را محاصره کردند. تا چند ماه مسلمانان معطل بودند، شهر محکم بود، نمیتونستند بگیرندش. تعداد زیادی از مسلمانان شهید شدند. تا آخر ابتکاری به خرج دادن بعضی از مجاهدین اسلام، از جایی که آب و جدول آب بود، رودی و رودخانه به وارد شهر می شد، از همون مجرا شناکنان از همون کانال وارد شهر شدند که خیلی زیاد سخت بود. مسلمانان با آب آشنایی آنچنانی قبلا نداشتند، شنا بلد نبودند. با این حال مسلمانان زیادی شهید شدند، در آب غرق شدند تا توانستند از دیوار شهر عبور بکنند، وارد شهر بشوند. و 2 تن از بزرگان اسلام، بزرگان صحابه، به دست هرمزان شهید شدند، برا ابن مالک و برا ابن عازب و احرام ابن مالک. تا اینکه مسلمانان این را شکست دادند، از داخل شهر به همون جای کوچک خودش، قلعه کوچک خودش عقب نشینی کرد. آنجا مسلمانان هرمزان را محاصره کردند، در حال جنگ بودند که هرمزان صدا زد که فرماندهتون را بگید من حرف دارم. مسلمانان گفت، جلو رفته چی میخوایی؟ گفت من اینجا 100 تیر دارم، تا زمانی که 1 تیر داشته باشم شما نمیتونید منو بگیرید. وقتی من 100 نفر از شما را بزنم، زخمی کنم، بکشم، بعداً گرفتن من برای شما چه فایده ای دارد؟ مسلمانان گفت خب چی میخواهید، چی میگی؟ گفت من پیشنهادی دارم، اگر قبول بکنید هم به نفع شماست هم به نفع من است. پیشنهاد شما چیه؟ گفت من تسلیم میشم با یک شرطی که منو بفرستید پیش پادشاه خودتون. هر تصمیمی که او گرفت من قبول است. مسلمانان با هم مشوره کردن، گفت خوبه، این جلوی خونریزی گرفته بشه اشکالی نداره. لذا هرمزان را با همین شرط تسلیم کردند که پیش حضرت عمر رضی الله عنه ببرند و هرمزان تسلیم شد و شهر تسلیم گرفتن شهر را. هرمزان را به همراه تعدادی از اصحاب پیامبر فرستادن به مدینه منوره. اینا آمدند نزدیک مدینه منوره رسیدن، به خاطر اینکه نشان بدن این کیه که ما دستگیر کردیم، لباسهای مخصوصش را که به اصطلاح داشت لباسش را بهش پوشاندن، تاجی که به نام آذین بود تاج را بر سرش دادن. یک شکل عجیب و غریبی از هرمزان درست شد. وارد شهر مدینه منوره شدند، دنبال حضرت عمر رضی الله عنه میگشتند. به خانه حضرت عمر آمدن، اونجا نبود. خلاصه این ور اونور گشتن، مسجد را نگاه کردن، نبود.
آخر تعدادی از بچه ها بازی میکردن، گفتن دنبال کی میگردی؟ گفت حضرت عمر را ندیدی؟ گفت طرف راست مسجد خوابیده است. وقتی آمدن هرمزان حضرت عمر را بدون محافظ دید، تعجب کرد، گفت همین از پادشاه شما؟ گفت بله. گفت گارد و محافظش کجاست؟ گفت گارد و محافظ ندارد. گفت پس حتما پیغمبری است که اینجوری دلجم است که این همه دشمن دارد و مطمئن است کسی او را نمیزند. گفتم پیغمبر نیست، اما به روش پیغمبران است. خلاصه این حرف زدن. کم کم حضرت عمر رضی الله عنه از خواب بیدار شد، بلند شد نشست، چشمش به هرمزان افتاد، گفت اعوذ بالله من النار، صورتش را برگردان. بعد گفت خدایا شکرت، به ما چنان قدرتی دادی که اینجوری دیوها را ما میتونیم اسیر بکنیم، دستگیر بکنیم. مردم گفتند ای امیر المؤمنین، این هرمزان است و باش صحبت بکن. حضرت عمر رضی الله عنه گفت تا زمانی که این لباس جباری به تنش است من صحبت نمی کنم، برید لباساش عوض بکنید. بردن لباسای عوض کردن، لباس معمولی به تنش دادن و این هرمزان بی نهایت مکار و حیله‌گر بود. وقتی هرمزان را آوردن، حضرت عمر رضی الله عنه برای اون صحابه‌ای که این آورده بودن ناراحت شد، گفت چرا اینو پیش من آوردی؟ یعنی میخوای من ببخشم؟ آیا من میتونم از خون اون دو صحابی را نام برد، از خون اون دوتا بگذرم، از خون اون مسلمانان بگذرم؟ مسلمانان گفتن به هر صورت ما با این شرط تسلیمش کردیم که هر چی تصمیم شما بگیرید. حضرت عمر رضی الله عنه گفت ای هرمزان توضیح بده، به چه دلیل تو پشت سر هم عهد می شکستی؟ به چه دلیل تو پیمان می شکستی؟ هر بار صلح می کردی صلح را می شکستی. هرمزان گفت من می ترسم قبل از آن که من توضیح بدم شما منو بکشید. حضرت عمر رضی الله عنه گفت نه نترس، ما تا زمانی که تو توضیح ندادی تو را نمی کشیم. اینجا مثلا عدالت اجرا میشه، حرفت بزن بعدا ما تصمیم میگیریم. هرمزان گفت من تشنه هستم. گفت برید آب بیارید براش. با کاسه آب آوردن. گفت این چه کاسه ایه؟ من بمیرم داخل این آب نمیخوره، برید کاسه بهتر. خلاصه کاسه بهتری آب کردن آوردن و هرمزان تشنه نبود، در اصل با مکاری میخواست امان بگیرد و احتمالاً با صحابه‌ای که همراه بود در راه یک چیزای شنیده بود که مسلمانان به آب احترام میگذارن، مثلا اینجوری برنامه از این چیزای شنیده بود. خلاصه به عهد و پیمان مسلمانان پایبندند. وقتی آبها را به هرمزان به دست گرفت شروع کرد دستاش به لرزیدن، یعنی این مکاری حیله‌گری. بعد گفت چرا آب نمیخوره؟ گفت من میترسم قبل از اینکه آبها را بخورم شما منو بکشید. حضرت عمر رضی الله عنه گفت نه نترس، تا زمانی که آب نخوردی تو را نمیکشیم. هرمزان کاسه آب را چپه کرد، آبها را ریخت. گفتم برید آب دیگه براش بیارید. گفت من تشنه نیستم. گفت پس چرا آب خواستی؟ گفت من خواستم تأمین بگیرم و تأمینم گرفتم. حضرت عمر رضی الله عنه گفت تو کور خواندی، ما انتقام اون مسلمانان قصاص میکنیم، تو را انتقام مسلمانانی که بنا کشتی میگیریم. هرمزان گفت شما خودت به من امان دادی، شما گفتی تا زمانی که توضیح ندادی تو را نمیکشیم، تا زمانی که آب را نخوردی نمیکشیم. خب من نخوردم، من توضیح ندادم. حضرت عمر رضی الله عنه گفت از این حرفا نیست، کور خوندی. صحابه و کسانی که اونجا حاضر بودن همه به نفع هرمزان حرف زدن. گفتن ای امیر المؤمنین راست میگه، این وعده ها رو شما کردید، شما گفتید تا زمانی که آب نخوره مثلا. خلاصه حضرت عمر رضی الله عنه گفت اینجوری باشه من از کفار مثلا دغل نمیخورم، شکست نمیخورم. این گفت من مسلمان میشم مثلا. به ظاهر این مسلمان شد و خلاصه اینا گفتند حقوقی تعیین بکند، حقوق خیلی بالایی نسبت به امروزه.
حقوقی برش تعیین کردند، ساختمانی در اختیارش قرار دادند، گفتند اینجا جایت زندگی بکن. این سومین کافری بود که وارد شهر مدینه منوره شد. خلاصه مدتی گذشت، این سه تا یکدیگر را پیدا کردند. فیروز که برای خودش کنیه ابو لؤلؤ گرفته بود و جفینه و هرمزان با هم مخفیانه تشکیل جلسه میدادند که چگونه انتقام خودشون را بگیرند. جفینه مسیحی بود، از دولت روم آمده بود، این دوتا از فارس آمده بودند. اینا برنامه ریزی کردند. یک مورد دیگر است که الله عالم الغیب است و این را هیچ کسی تایید نمی کند، ولی این شبه وجود دارد که نفر چهارمی هم در کار بوده است، یعنی یهود در کار بودند و الله عالم الغیب است. این را اکثر علما قبول ندارند. میگه یکی از یهودیایی که تازه مسلمان شده بود، احتمالاً اسمش کعب بود، این آمد به حضرت عمر رضی الله عنه گفت که در کتابهای ما هست که شما 3 روز بعد میمیرید. حضرت عمر رضی الله عنه نگاه کرد، هیچ بیماری در مثلا بدنش نیست. گفت چطور مثلا شما واقعا در کتاب شما اسم من نوشته؟ گفتن نه اسم شما ننوشته ولی مشخصات شما هست، شما 3 روز بعد میمیرید. حضرت عمر رضی الله عنه تعجب کرد. کعب الاحبار دومین روز دوباره آمد. کعب الاحبار که یهودی بود مسلمان شده بود، این گفت که 1 روز گذشت، 2 روز دیگه هست. خلاصه 1 روز مانده به شهادت حضرت عمر رضی الله عنه. پسر حضرت ابوبکر عبدالرحمن نام داشت، از یک خیابانی میگذشت. این 3 تا به اصطلاح 2 تا فارسی و 1 مسیحی، جفینه، هرمزان، ابو لؤلؤ یا فیروز با هم واسطاده بودند، در گوشی حرف میزدند. موقعی که پسر حضرت ابوبکر رسید، اینا با دستپاچگی از هم جدا شدند. از وسطشان خنجری افتاد، خنجر عجیب و غریبی که 2 تا دم داشت، دستش وسط بود، 2 تا سر داشت، خنجر 2 سری بود. پسر حضرت ابوبکر رضی الله عنه عبدالرحمن تعجب کرد، اینا چرا از من ترسیدند و این چه جور خنجری است که اینا مثلا داشتند؟ خلاصه روز سوم بود. روز سوم ابو لؤلؤ یا فیروز که مسئول کشتن حضرت عمر رضی الله عنه بود، آمده بود صبح، نماز صبح زودتر از همه پشت مصلی برای خودش جا گرفته بود. اون زمان برق و غیره نبود و الا مسلمانان سریع شناساییش میکردن. این آمده بود با چادر خودش پیچیده بود، پشت مصلی حضرت عمر رضی الله عنه نشسته بود. حضرت عمر رضی الله عنه به نماز صبح آمد، مسلمانان را صف کرد و دستور داد صفها را راست بگیرند و بعد از این شروع به نماز کرد. وقتی الله اکبر را گفت و هنوز قرائت نخوانده بود، ابو لؤلؤ از پشت سر حمله کرد و 6 تا خنجر با سرعت 6 تا خنجر به شکم حضرت عمر رضی الله عنه زد. حضرت عمر رضی الله عنه بی اختیار گوشه افتادند. این شروع کرد که عقب نشینی بکند، یعنی از مسجد بگریزد. صف دوم مسلمانایی که جلو بودن همه را میزد با خنجر، مسلمانان را میزد با خنجر. صف دوم، صف سوم رسیده بود و اینجوری تعداد 12 نفر را زد. آخر یک مسلمانی چادری بر سرش انداخت، گرفت این را و همونجا به اصطلاح خفهش کرد، یعنی ساکت شد. و مسلمانان دیگه، صفای دیگه اصلا متوجه نشدن چه اتفاقی افتاد. عبدالرحمن ابن عوف جلو آمد و نماز را ادامه داد. مردم تعجب کردند. شروع نماز را حضرت عمر رضی الله عنه بود. الان صدای کسی دیگر است.
عبدالرحمن با سورای کوچکی معمولا اونا سورای دراز میخوندن، بزرگ میخوندن، با سورای کوچکی نماز را تمام کرد و بعد از نماز حضرت عمر رضی الله عنه را به خانهش بردن رساندن و از این 12 نفر 7 نفر احتمالا شهید شده بودند و چند نفر دیگه زخمی شده بودند. حضرت عمر را رساندن به خانه. گفت اولین فکرش این بود که ببینید چه کسی مرا زد، برید تحقیق بکنید. آمدن مسجد، همون مسلمانی که او را گرفته بود گفت قاتل هر کس است داخل چادر است، این من گرفتم، مثلا موقعی که میخواست بزند من گرفتم و این با خنجر خودش خود را کشته بود. خلاصه این باز کردن دیدن فیروز است، غلام مغیره بن شعبه است. تکبیر! الله اکبر، الله اکبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بله عزیزان گرانقدر، به حضرت عمر رضی الله عنه خبر دادند که قاتل شما فیروز است، غلام مغیره بن شعبه. حضرت عمر رضی الله عنه گفت خدا را شکر خون من به گردن مسلمانی نیفتاد، مرتکب قتل من کسی شد که یک سجده برای خدا نکرده بود، کافری مرا کشته بود. خلاصه به حضرت عمر رضی الله عنه اول آب خرما دادن، آب خرما قرمز است معلوم نشد. دوباره شیر دادن، شیر سفید است، وقتی از شیر از معده بیرون آمد مشخص بود. دیگه حضرت عمر رضی الله عنه را اون پزشکی که آمده بود، طبیبی که آمده بود، فهمید اون زمان وقتی معده سوراخ بشه دیگه علاج نداره، میمیره آدم. امروزه مداوا میشه ولی اون روزه نبود. لذا یکی گفت لا بس، اشکالی نداره، درست میشه. حضرت عمر رضی الله عنه خندیدن، گفتند اگر برای کشتن لا بس اشکالی نداره پس من کشته شدم، وقتی از معده شیر بیرون میاد پس من میمیرم. خلاصه عزیزان گرانقدر حضرت عمر رضی الله عنه مریض شدند به همین صورت، یک روز دو روز، و در این 2-3 روز شروع کردن برنامه ریزی کردن که چه کسانی، یعنی چگونه مسلمانان بعد از ایشان به هم نریزند. 6 نفر را حضرت عمر رضی الله عنه کاندید کردند، کسانی را مثلا مستقر کردند که اینا برنامه ریزی دقیق کردند که بعد از شهادت ایشان وصیت ایشان دقیقاً اجرا شد. مسلمانان به همین ترتیبی که اون میخواست یک نفر را بعد از او از خودشون انتخاب کردند. خلاصه میگه حضرت عمر رضی الله عنه روز سوم به پسرش گفت ای فرزندم عبدالله ابن عمر را گفت برو پیش حضرت عایشه سلام برسان، نگو امیرالمومنین، من الان دیگه امیرالمومنین نیستم، بگو عمر سلام رسانده. گفته ای عایشه اجازه میدی من کنار دوستانم دفن بشم؟ شما برادران من میدونید که موقعی که حضرت رسول خدا صلی الله علیه وسلم در خانه حضرت عایشه دفن شد، حضرت عایشه همچنان تو همون خانه زندگی میکرد، از خانه بیرون نرفت. 2 سال بعد حضرت ابوبکر را در خانه حضرت عایشه دفن کردند. حضرت عایشه همچنان تو خانه زندگی میکرد، میگفت یکی شوهر منه یکی پدر من است، محرم هستند. و در ذهن حضرت عایشه نمی آمد که یک نامحرم بیان اونجا و خانه را ول بکند. در فکر حضرت عایشه این بود که من تا روزی که زنده هم زندگی میکنم، وقتی مردم منم در این گوشه یک جای دفن میکنم این خانه. عبدالله ابن عمر آمد به حضرت عایشه سلام حضرت عمر را رساند و گفت اینجوری تقاضای حضرت عمر کرده، آیا اجازه میده یا نه؟ حضرت عایشه تعجب کرد، گفت من خانه دیگری ندارم، جای من همینجاست، من چطور مثلا مجبور اگر حضرت عمر بیاد، حضرت عمر نامحرم است، من مجبورم برم از این خانه. لذا عبدالله ابن عمر برگشت. در همین حین حضرت عایشه با خودش فکر کرد، نظرش عوض شد، گفت پس حتما خدا اینو میخواد، چون در حیات پیامبر خدا همیشه پیامبر میفرمود من و ابوبکر و عمر فلان جا رفتیم، من و ابوبکر و عمر چنین در زندگی یک جا بوده، حتما در وفات یک جا خواهند بود.
لذا یکی را فرستاد زود عبدالله بن عمر را قبل از اینکه به عمر برسد برش گرداندند. به عبدالله بن عمر گفت اینجوری جریانی بوده، من فکر میکردم این خانه تا ابد مال من است و من اینجا هستم، الان مشکلی نیست. من بیادم آمد که پیامبر همیشه وقتی یاد میکرد این دوتا با هم، این ستا با هم بودن، پیامبر و ابوبکر و عمر. لذا من اجازه میدم من میرم خانه برادرم به حضرت عمر خوشخبری بده اینجا میاد. وقتی به حضرت عمر اطلاع داد که عبدالله بن عمر که بله عایشه موافقت کرده، گفت ای پسرم نگاه کن، اگر چنانچه یعنی من فوت کردم امکان داره الان حضرت عایشه رو در واسی گیر کرده باشه، اگر من فوت کردم یک بار دیگه از حضرت عایشه اجازه بگیر. اجازه داد، خوبه. اجازه نداد مرا به بقیه ببرید دفن کنید. به این صورت حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی الله عنه یار پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم، قهرمان ترین حاکم دنیای اسلام، تا سالهای سال مسلمانان حکومت حضرت عمر را تجزیه و تحلیل می کردند. عدالت حضرت عمر رضی الله عنه در تاریخ بی سابقه و بی مانند است. لذا این را حضرت عمر رضی الله عنه خلیفه رسول خدا صلی الله علیه وسلم به این صورت به شهادت رسید و در کنار دوستانش، در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم و حضرت ابوبکر رضی الله عنه دفن شدند. الله متعال ما و شما را از پیروان برحق این بزرگان قرار بدهد. شهادت حضرت حسین رضی الله عنه نیز خیلی مهم است و وقت طولانی میخواد، وقت من تمام شده است. الله متعال همه ما و شما را از بندگان نیک خودش قرار بدهد ان شاء الله. و السلام علیکم.